بابام گفتم اصلاح ادب نشه، میخوام مستقل شم. گفت همینو که گفتی اگه بدون غلط رو کاغذ بنویسی میذارم بری هر غلطی خواستی بکنی. دیدم سخت، رفتم خوابیدم. همین شد که سر از مجریگری برنامه 4 استراتژی در آوردم. اما شانس آوردم با استراتژیستی هم نشین شدم که علم معرفت و آخرت مرامه. گل گفتی، صفا کردم. حالا بگو ببینم فرق تو با گل چیه؟ نمیدونم آقای دکتر. خب گل 2 تا حرف داره ولی تو یکی حرف نداری. میدونم که اصلا توقع نداشتی اول برنامه اینجوری چشاتو روشن کنم. اما میدونم هیچ آینده ای نداره، به خاطر همین میرم آقای دکتر سر سالا از لبنان شروع میکنم. این همه وزیر و نخست وزیر دولت تو دنیا استعفا میدن، کسی طوریش نمیشه. چرا به حسن دیاب که رسیده این طوری مقام عظما رو چزونده؟ گرفتی بارو. قربونت برم، اینا که خودشون مهم نیستن، عراق و لبنانش واسمون مهم بود که این بلا سرش اومد که نمیتونم وارد بحثش بشم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودم از بهادر، عرض میکردم بله میفهمودم یارو زد به ماشین جلویی، پیاده چون رفت ببینه چه خبره، دید صورت طرف پر خونه. که آقا تصادف که اینقدر شدید نبود، طرف آقا موقعی که تصادف شد دستم تو دماغم بود. دکتر مگه لبنان عمق استراتژیکی نظام نیست؟ چرا؟ مگه حسن نصرالله هم اونجا نداریم که مقام عظما پروادش کرده برای همچین وقتایی؟ چرا نگران باشی؟ فقط لبنان نیست که قربونت برم، اون که خودش مایه نگرانیه. مقام عظما از 6 طرف خورده تو پک و پوزه. آی دکتر 4 طرف که بیشتر نداریم. خیلی مسطح فکر میکنی، فقط جلو و عقب و چپ و راست رو ببینی. استراتژیکی باش، بالا و پایینم داشته باش که اصل ضربه از اینجا هاست. تو عراق که خورده بود تو پوزش، فرش از زیر پاش کشیدم. از رو به رو. آره، از عقبم داستان لبنان و هری شدن همون حسن نصرالله پروار شده و اینا که بیخم داره حالا هست. پس این صدای قرچ قروش مال کمر مبارک مقام عظما است که داره تو عراق و لبنان میشکنه و یه چوره میشه. صداشو در نیا. این ور سوریه که دیگه عادت عظما شده که بخوره و خفقون بگیره، هیچی نگه. اینم چپ راست یا داستان کنکور رو که اولش گفتیم برین کنار میخوام برگزار کنیم، بعد دیدیم اوضاع پسه، دنده عقب گرفتیم این ماشین بتمن. اینم راست. آره، این زایه بازار افشاگری فتا که سر چیزای بدی باز شده، تا اونا فضاحت محبوب فر که تازه دوتاشو یه طرف حساب کردن واسه همون دکتر محبوب فر کارشناس ستاد مبارزه با کرونا رو دارین میگید؟ نه خیر، ایشون دکتر محبوب فر بود، از وقتی که رفته بیرون دیگه میگیم یه دانشجویی بوده، همینطوری حرفایی برای خودش میزده، خوش صحبت بوده. مگه میشه آقای دکتر؟ آره، منصباتون نظام ما تاریخ مصرف دارن. مثل همون ناو قدرتمند کنارک که وقتی غرق شد اسمش شد شناور پشتیبانی. آره، ولی رکورد زدیم واسه خودمون، تو دنیا اولین کشوری شدیم که سر همین قضیه، سر کرونا، تلفات روزنامه‌ای هم دادیم. روزنامه جهان صنعت رو درشو بستن. آیه دکتر با توصیفی که از این 6 جهت کردین یه ترسی تو دلم افتاد. به نظر شما چی میشه؟ هیچی نمیشه، حق داری به ترسی. هیچ چیز خوبی که ترست بریزه نمیشه. با این بلاهایی که سر سپاه تو ایران و سوریه و سر حسن نصرالله و سر بشار اسد اینا داره میاد، از فردا بقیه هم ریزش میکنن، تو نگرانش نباش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن از بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن 4 نفر رفیق سوار تاکسی شدن، قرار گذاشتن واسه این که پول کرایه ندن، وقتی رسیدن مقصد پیاده شن و ده فرار. همچنین که رسیدن به مقصد 4 تا این درا رو باز کردن، پا به فرار گذاشتن، دویدن پشت سرشون هم نگاه نکردن تا رسیدن به یه ساختمون تاریک. هیچ کیشکی رو نمیدی، فقط صدای تون نفس زدنشون میرسید. طرف زد به شونه رفیقش، گفت حالا راننده چه حالی داره؟ طرف گفت بابا جون من رانندم، فقط بگید چی شده. آیه دکتر نظام الهی ما باید جواب قاطعی به این توسری تحقیق کننده بده. کدوم کی توسری رو میگی؟ همین که این هفته خوردی. ناکس همچی میگه، همین که این هفته خوردیم، انگار این هفته فقط یه توسری خوردیم. به زبون خوش میگی کدوم یکی منظورته، یا بذارم از دسترس خارجت کنم بعد بگیم اینم از اول مرجی نبود، یه دانشجوی خوش صحبت بود. منظورم اونی بود که آمریکا پیشنهاد کرده کمک کنه که اون ماکتی که تو مانور نتونستیم غرقش کنیم و الان راه بندون ایجاد کرده برامون
بکشن بیرون آقای آره دکتر. واقعا خودمون واسه خودمون دردسر درست کردیم از مدل زایه. مشنگه با کدشلوار و کفش مهمونی رفته بود کوهنوردی. بهش گفتن سختت نیست اینجوری با کدشلوار بری کوه. گفت چرا خیلی سخته، ولی خب هر کاری سختی‌های خودشو داره. آقای دکتر این یه مانور قدرت بود، قرار بود جلو ریزشو بگیره. مسئولین نظام چقدر از این بابت خوشحال بودن. آره به این میگن خوشحالی دوزاری. مشنگه رفته بود هموم، بلند بلند میخندی. ازش پرسیدم چی شده داری میخندی؟ گفت هیچی، دارم سنگ پا میکشم. ولی روشن شد یا برفستم از خودت یخته بخندی. ولی آقای دکتر شما با وجود تلاشی که میکنین این همه بدبختی و فلاکتی که دشمنای برانداز برای نظام ساختن و این بحرانایی که نظام باش دوچاره، چطوری تعادلتون حفظ میکنه؟ مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن اخلاق و از دیوار یاد بگیر، محکم، ثابت، آروم. حالا سوال، میدونی از درخت چی میتونی یاد بگیری؟ نه خیر آقای دکتر شما بگین. نه که تو راستاسی فکر کردی از درخت میتونی چیزی یاد بگیری؟ این همه سال با من گشتی چیزی یاد نگرفتی، الان نشستی که مثلا از درخت یاد بگیری. این آقای دکتر شما واقعا پات به زمین حساسیت داره که داری رو مخ ما را میری قربونه برم. کدوم مخ؟ اینم از هم حرفات از اول برنامه تا الان مقام اوضاع رو معلوم دیدم دیگه. زمین بدبختش کرده.